با یه دونه ویدیو بلند خوشگل. نمیدونم چرا اینقدر لگم. بچه امروز اومدیم یه کار که نمیتونیم بکنیم یکم و یه خصوصی اکتیویژن رو کالا کنیم. گفتم من ویدیو خب با کلت میرم یه دست کامل رو وین میکنم و اولش هم که کلت ندارم حق ندارم هیچ کس رو بزنم. اگه بزنم دیگه یه چالش تو کامنت واسه هم می‌نویسین من میرم انجام. من یک چالش براش می‌نویسم بچه. خب ولی بچه دانیال نمیتونه بچه من نکردم بعد چالش بدیم. اگه بتونی چالش من رو انجام بده من مجازات. اگه سامیه تونست بتونه چالشش رو انجام بده چالش رو نتونه انجام بده خودش و چالشش هم می‌نویسم کامنت‌های همین بچه. راستی اون کلاسی چیزی که بهتون گفتم قول داده بودم بهتون میگم این داداشمونه که الان یارمون چرا مرد و وسط رکوردیم ها. والا بچه این آپدیت جدید میتونیم بریم اتر نصب کنیم. من بنظرم بهترین نسینشون همین پسر است. الان مردم از کجا ببینن؟ خب این کاری با اون داداش اونجا فقط یه پسر داشتیم ها. سر یکم بلندتر صحبت کن مثل من نگاه کن پرنرژی باش. اوکی. خب بریم بچه این دفعه دیگه چی؟ نه این دفعه بریم چی؟ برو موستی حل روم مولتی تک به تک؟ هرچی خوده تک به تک بچه. البته من خیلی چون که ویدیو نخود بلندیشه میگم یکم بلندتر صحبت کنیم. بچه اگه ویدیو برای اینکه بلندتر نشه من بازی رو تا همونجا به 20 میذارم و اینم تیران بینهایت میکنیم. اینو بگم که اگه سامی ویدیو بالای 15 دقیقه باشه نمیتونه آپدیت نمیشه توی یوتیوب. بشمام جیام به پاسا درخواست بگو ده بگویا چون منم به دو درخواست آقا یه خری بیاد دیگه. بله بله من چرا یه هیچ کس نمیاد بزن استارت. نه دانیال اینا رو کی کنم؟ آره کیکشون کن بیادیم پایین. خب بریم قراره بچه کلاس دسپرادو هم بچه تغییر کرده. وقتی ناک میشین دیگه بهتون اون کلته رو نمیده. برای خدای منطقیه خیلی فشاری کلته. مثلا یه نفر رو میزنی خودتون بلند میکنی. بچه به گرافیک گیر ندیم بچه. کانال من هم کانال داداشم سامیا که هم اسم کانالش هم گیم پلی مردگی بریم دنبالش کنیم. آقا من بازیم لگه میشه بچه ببینیم چه یارو نشسته منتظر بچه داشتم میگفتم خب من با اکتیویژن دیگه خیلی داره گرون میفروشه. ویدیوشو آپلود کرد ویدیو منم آپلود کرد. اسم کانال ویدیو منم دانیال گیمره. سرچ کنین یوتیوب هر چی بگیم برای من میاره بالا. حتی شما نمیدونی عکس ما چطوریه. مثلا عکس ندارم. آقا من داشتم میگفتم خب این چند روزی که هست خب این اینترنت های وضعیت کشور ما اصلا عالی به چوک رفته. یعنی شما
هستش. میدونم خب، ولی بعضی اصلا وارد کالاف میشن پینگشون از یه حاج محمد هم بالا کرده. حاج محمد دیگه نمیشناسیم. با دوست علیه محمد تو نمیشناسی، تو هم کلا نمیدونی. بچه مخصوصا این چند روزه خب یکی از ویدیوهای جدیدم آپلود شد. الان داره FC26 الان داره نیمه دومش هم داره اول میشه، داره آپلود میشه. بچه مخصوصا خب شما خب میتونید راستی اصلا بگو چطور نمیکنی؟ چرا فیس تی وی نمیکنی؟ بچه من فیسم خب تو ویدیوهای کوتاه بعضی وقتا میکنم، ولی تو ویدیوهای بلند نمیتونم. بچه خیلی لگ میده. داره دروغ میگه. تو چرا این دوتا ویدیو کوتاه دیگه نداشته؟ خب نه گفتم بعضی از ویدیوهای کوتاه. انسان نه مثلا خب چرا فقط کالش باقی دیگه؟ چرا میگه بقیه؟ میدونم میرم ولی فعلا نه، هنوز نه. یارو میخواد بیا پایین میبینیم. مثلا بچه بخوام یه چیزی رو مثلا بکنم خب ما بخوایم بریم مثلا خب یه سیپی شارژ کنیم تو این آب جدید خب خیلی گرون میده، خیلی. یا مثلا بچه جدیدن بچه تو این سیزن خب خیلی گانمتی که اینا پیدا میشه. خب مثلا هر گانمتی که تو کامنت تو بنویسی من واسم یا لجند خب من واسه تون میگم اومده یا نیومده. خب حالاش خودتونم بگین تو طرف این شاید بعضیتون نامش راستی من تو ویدیو بلند که هم گذاشتم خب میتونیم یه نگاهش کنید. تو کامنت هم نوشتم اگه به 40 تا لایک برسه من خودم خب میرم با کلت یه دست کامل رو وین میکنم. اینم بتل یارو خود بچه ها میتونن تو کامنت رو بنویسن. بچه ها راستی این چه تا خفنم یه چه تا خفنم بهش بکنم ایتفایر راه دور میخوام بزنم یه چی بیاره من بزن بهش بچه ها باشه. داشمون کجاست؟ بابا خب بذار من بهش آقا اینطوریه من اصلا دیلم میکشم. این دیلم بچه خیلی فشاری. خب فقط من بچه اگه من نمیتونم سیچست بزنم ولی خب برای یه هیتفایر بون نشه. فشاری ترین چیز در جهان. ببین چقدر تو فشاری فعلا 18 8 بچه این هیچ هم بهش شما نه تو هیچ فایر رو دیدی هر چیز فاصله دوری بود؟ او خیلی دور بوده بچه پس دانیال نکنید. بچه این که هیچ فایر هم بهش هم شما میزنم هم دانیال خودتون قشنگ نکنید. فقط یارو کجا خط گرفته شما فکر کنم برای همینجا باشه. بابا تو کجا رفتی؟ بچه اینجاست. دانیال نیا دانیال بابا وای دانیال تو میشه یه لحظه اون گوشه لامصب رو ول کنی؟ دست ولش کنم میفته زمین میبینی. داری نگاه کن الان خوب نگاه کن. خب این اطفایر هم به عشق شما. حالا اینجا رو بابا ول کن تاندو میکشی دانیال رکوردم ها. بابا این یارو منو کلوکا تیم سرویس دنباله دنس بابا یه لحظه یه لحظه که من بس صدا گوشی میدارم زیاد کنم تو هم سکوت کن. من یه لحظه صدا کنم.
بچه ها بخوام یه چیز از دیگر رو بگم خب این چند روزه بچه ها همینطوری آپدیت های کالاف داره خیلی چرت میشه. مثلا هم میخوایم بگیم من تو بتل دیگه نمیتونم دنس بزنم، حتی خلوت ترین جای بتل هم نمیتونم دنس بزنم. چقدر خطگیری. یا مثلا دیگه مثلا تو میگم همین که من همین الان میزنم خب نمیتونم دنس بزنم. خب نکنیم بچه خوب نکنیم، من الان اینو میزنم نمیتونم. یا مثلا همین داداشمون که بچه راستی خودتون بدونیدم تو کامنت بنویسید شما تو کدوم شهر به دنیا آمدین و بگوییم طرفدار کدوم بازی و بگوییم شما چه بازی توش بیشتر بگیرین و ازشون بیشتر خوشت من لگم. اوه خودش قبول داری من دارم لگ میشم بچه ها، لگ نبودن خودش قبول دارم بابا خود دانیال تو نمیخوای نظری بدی؟ بچه اگه خواستی خب حتی هم بگین تو کامنت واسه تو انجام میدن. خب مثلا بگین برو با یکی از پروترین دوستات بکنی میرم بازی میکنم، مثلا بریم میتونیم خبر بفرستیم بریم با چی دول بزنیم، مثلا با کوچولو دول بزنیم خودم کوچولو، یا مثلا بریم با نمیدونم یه کارای بد کنیم، یا مثلا دانیال تو نمیخوای هیچی بگی؟ بابا خب هیچی نظری نمیدی؟ بابا اینو نمیگم، مثلا چی به بچه ها بگم؟ بگو به بچه ها بگو هست بازی که دوست دارم به بچه ها هر بازی دلتون خواست خب میتونید تو کامنت بنویسید میرم. بابا خدایی بچه من خیلی لگم بابا خب من دارم اسنایپرم عوض میکنم. نه چه حالا خدای نکن من اینجا دارم اسنایپر عوض میکنم تو این داری پا شما بگورم. الان چقدر وقت گذاشته؟ فعلا 13 دقیقه گذاشته. خب آقا بچه ها خب میریم تصویر ویدیو گیر صفحه این داشتم بچه ها. خب من تا موقع من میرم اتچ اسنایپ هم و یه شانسی من تو اتچ اسنایپ هم گذاشتم. خب میتونیم بریم اونو بذاریم، اتچش خیلی خوبه. خب شما میان تو این گزینه، بعد تو این خب بعد از اینکه میان اینجا این گزینه رو بزنیم بچه ها اتچمنتش خیلی خوبه، میتونیم بریم برش دادین و همه رو باش لوله کنین. حالا شما تو کامنت رو بنویسین این اتچمنتی تو ذهنتون اومد یا مثلا بچه ها دیگه بچه راستی هر وقت خواستیدم اکانت هم بهتون نشون میدم. چرا الان رفت رویم راستی بچه اگه خواستین خب
این رنگ ها رو آزاد کنین کوشون. بس من برم تو این آپدیت جدید خیلی سخته. خیلی کوه چسم بزنم که میریم تو اچسم. خب شادگان که هنو چقدر گذاشتم هنو بچه قانون شما